دوستش نداشتی؟ با تمام وجودم ازش متنفر بودم. دعوات میکرد؟ بدتر. کتکت میزد؟ بدتر. دوست داری راجبش حرف بزنی؟ از گفتنش چندشم میشه. نمیخوام اذیتت کنم، فقط لازم دارم جواب سوالامو بدی. از گفتنشم میترسم. اعتماد کن به من. واسه پول منو با غریبه ها میفرستاد برم. چند بار فرار کردم ولی پیدا میکرد. چند بارم خواستم خودمو بکشم بمیرم، نشد. مامانت چی؟ هیچ کاری نمیکرد؟ طیبه نمیذاش ببینمش. چجوری من بهش میگفتم؟ طیبه کیه؟ زن بابامه. همش میگفت باید یکی زودتر بیاد اینو بگیره ببره. میخواست منو به یکی از فامیلاشون که پیرمرده بده برم، فقط چون پولدار بود. گریه نکن قشنگ من، تموم شد. دیگه نمیاد، دیگه دستش بهت نمیرسه. من از مرده بابامم میترسم.